چرا فوتبال؟ من فکر کنم زندم به خاطر سپاهان زندم. من هستم پام به توپم نخورده است، ولی تمامی بازی سپاهانو باید تمامی شهرها تا بشد برم. همه چی ما فوتبال شده. فوتبال میره جام جهانی، فوتبال میره اونجا، فوتبال میره فقط علی دایی، فقط نمیدونم فوتبال استقلال پیروزی. پس چرا رزمی نباشه؟ چرا وشو نباشه؟ نشاط فقط تو فوتباله؟ نشاط فقط تو بازی‌های توپیه؟ این ورزش‌ها باید عقیم بمونه. ورزش‌های سنتی ایران باید کور بشه. تو روستا باید ورزش نشود. آقا زمینه بگی دوربینه بذار رو زمین، سنگ کوه، تو کوه دارن اینا، با عشق علاقه دارن هفت سنگ بازی میکنه، نه رو چمن متر خدا تومن، نه رو چمنی که اگه یه گوشش خراب باشه برنامه 90 پدر صاحب چمن نگهدار در میاره. بعد این چمن هم دیدید به چه وضعیت فاجعه‌ای در اومده. ما فقط فوتبال رو ارائه میدیم، بعد میگیم چرا فقط برای فوتبال میان هیاهو میکنن. قرمز نه آبی، فقط زرد قناری. بیا. چرا فوتبال؟ فحاشی، ناسازگاری و به کار بردن الفاظ رکیک از جمله فعالیت‌هایی که بر روی سکوهای ورزشگاه‌های فوتبال ایران قابل مشاهده است. کل نیروی انتظامی که اومده اینجا 4 نفرن، 3 تا گردان نیرو میره برای مواظبت کردن از یه ورزشگاه. چند بارم بهش گفتم محرم من تعطیلاتیه تو رو قرآن بیا اینجا ببینمه، اما بی معرفت نیومده تا تاری میده. سپاهان مشقام خود دلغلیه، دادام به هم دلغلیه. فوتبال احساسات مردم رو نشون رفته. فوتبال ایرانی ما دغدغه چه کسانیه؟ مردم؟ بازیکن‌ها؟ رسانه‌ها یا سیاستمدارا؟ چرا فوتبال؟